بازیابی رمز عبور از طریق موبایل. جهت بازیابی رمز خود وارد سایت بتفوروارد شوید و از بالای سایت گزینه ورود را انتخاب کنید. در صفحه باز شده گزینه رمز عبور خود را فراموش کرده اید را لمس نمایید. در صفحه باز شده ایمیل ثبت نامی خود را در کادر ایمیل وارد نمایید و دکمه تنظیم مجدد را لمس کنید. در صورتی که ایمیل وارد شده درست باشد، پیام تنظیم مجدد رمز عبور انجام شد، لطفاً مجدداً ایمیل خود را بررسی نمایید را دریافت خواهید کرد. در این مرحله وارد ایمیل خود شوید. در صندوق ورودی خود ایمیل بازیابی رمز عبور بتفوروارد را باز کنید. در صورتی که ایمیل را در این قسمت مشاهده نمی کنید، حتما بخش هرزنامه یا همان اسپم را بررسی نمایید. در ایمیل دریافت شده بر روی دکمه ایجاد رمز عبور جدید کلیک کنید تا مجدداً به وبسایت بتفوروارد هدایت شوید. در صفحه‌ای که باز می شود، رمز عبور جدید خود را وارد نمایید. در صورتی که رمز جدید در هر دو کادر یکسان وارد شده باشد، دکمه تغییر رمز عبور سبز رنگ خواهد شد و با انتخاب آن رمز عبور شما با موفقیت تغییر خواهد کرد. توجه داشته باشید که رمز عبور جدید شما باید حداقل دارای 8 کاراکتر باشد، شامل حروف انگلیسی بزرگ و کوچک، حداقل 1 عدد و فاقد فاصله باشد.